انسان‌ها تنها چیزی که ازشون باقی مونه فقط اثره. این خیلی جالبه که از آدم اثری به جا بمونه که بتونه بعداً شاید به صورت یک انرژی حسش بکنه. یادمه که شاید تنها خودروسازی بودیم که مداد رنگی گذاشتیم جلومون، شروع کردیم همه رنگا رو چی شد به نتیجه رسیدین؟ دیدیم شهر پر شده از ماشینای مشکی و نقره‌ای و آبی و نکمه‌دادی. مزام که خودروی جذابی بود دیگه. از همون اول از زمان 323 این اتفاق یواشا ما پوست پیازی ما داشتیم، رنگای آلبالویی داشتیم، رنگای شاد زیاد داشتیم. قرمز داشتین، یشمی داشتین. خیلی دیگه این گسترده مسی و نمیدونم پوست پیازی کم رنگ و پر رنگ و بژ کم رنگ و بژ پر رنگ و زرد، قرمز، آبی، آسمانی، آبی سختی، آبی نیسان، هر رنگی که میشد روی مزدا پیاده کردیم. سال تقریباً 78 کارآموز بودم تو گروه بهمن و اولین 323 اف که اومد تو خط بودم تا آخرین دونه‌ای که مزدا تولید شد من تو بهمن بودم. ما یه کارایی کردیم که در ایران کسی انجام نداده بود. مثلا توربو شارژر رو همین 323 بسیم، اینترکولر توربو شارژر. مسابقات رالی شرکت کردیم زمانی که سر و صدا کرد خودروی زانتیا رالی کویر مقام آورد. ما باز 2 تا 323 رفتیم، ما مقام گرفتیم. یه چیز خیلی باحالی که شما دارین اینه که ساده بدون شیله پیله دوربین برمی‌دارین میرین تو دلوده ماشین و آدم حالش خوب میشه با شما، یعنی اصلا دوست میشه با شما بدونی که شما رو ببینه طرف. مثلا من میبینم پیامایی که شما میگیری بندرعباس، ساری، رشت، کرمان، یزد، همه مهندس ما دوستت داریم و احساس میکنم به خاطر اینکه شما خیلی راحت و روون هر آنچه که میدونی رو ارائه میدی، چیزی رو بر خودت نگه نمیداری. از کجا میاد؟ حوزه کاری ما یه حوزه‌ایه که متأسفانه اطلاعات فنی داخلش خیلی کمه. اگه خیلی پیچیده‌اش بکنی، خب خیلی مخصوصا خانوما الان خیلی ماشین سوار میشن، جدیدا موتورسیکلت سوار میشن، از حوزه فنی مقدار دورن. بعد این علاقه ایجاد بشه که خودشون هم یه اطلاعات داشته باشن، آگاه بشن نسبت به مسائل فنی. ساده بودنش روونه و جذابه و براشون این جذابیت ایجاد میکنه که دنبال کنن. آقای محمد تنهایی کیه؟ محمد تنهایی یه بنده خداست که هم کار فنی دوست داره، هم کار هنری دوست داره و تقریبا میشه گفت به همش هم پرداخته دیگه. این نقطه که من از تنهایی وایستاده حاصل یه سری از دست دادن هاست. چیا رو از دست دادین که به اینجا رسیدی؟ من خیلی وقتا شب عید 3-4 روزه چه شرکت‌های مختلفی که بودم چون تو خدمات بودیم و چه همین جایی که الان هستیم، من تو 2 روز 3 روز اول عید 300-400 تا تماس داشتم. واقعا از استراحت و خوابمونم خیلی وقتا گذشتیم. اصلا تو مسئولیت سازمانی شما نبوده دیگه، درسته؟ نه نبوده، واقعا دلی بوده. یادمه که زمانی مبنا مصاحبه قبول شدم به عنوان رئیس بازرگانی، یه بخشی یادم نیست برون مرزی هم بود، ولی همزمان به عنوان مدیر تعمیرگاه مرکزی پرشیا خودرو هم پذیرفته شدم. انقدر عشق به خودرو داشتم و رویام بود که با این خودرو سر کله بزنم. عطای اون کار خیلی خوب و به لقاش بخشیدم و اومدم سمت خودرو. با اینکه خودرو میدونیم مخصوصا تو بخش خدمات فقط دردسره. آرزوهامون رو اون موقع فروختیم که اومدیم سراغ خودرو. من به جبر روزگار هستم وارد کار خودرو شدم. علاقم موسیقی بود و ادبیات، یعنی اگه نیاز به کار کردن در دوران نوجوانی وجود نداشت دوست داشتم مثلا ادبیات بخونم. وقتی وارد شدم عاشقش شدم و وقتی علاقه‌مند شدم حتی سعی کردم که در زمینه خودرو تحصیلات داشته باشم، یعنی برم درسشم بخونم، مکانیک بخونم، بیشتر آشنا بشم. بعد به عشق تبدیل شد. وقتی میبینمش خودرو با من حرف میزنه، چون تو کارهای سختی مثل کار ما هنر مثل اون کره میمونه که شما دستت خوش میشه بعد از کار بنزین بهش میزنی نرم میشه. یعنی این اتفاق میفته، روحتون رو جلا میده و حالتون رو خوب میکنه که این کار سخت شما رو فرسوده و افسرده نکنه. مهندس الان جوونا 20 سالها، 18 سالها، 30 سالها چی دارن که اون موقع نداشتین شما 20 ساله بودی، 30 ساله بودی، چی در اختیارشون هست؟ بزرگترین تغییراتی که اتفاق افتاده سرعت رشد علم و دانایی گسترده‌ای که در سطح جامعه است. شما الان با هوش مصنوعی، با اینترنتی که وجود داره، با اطلاعاتی که تو شبکه‌های اجتماعی وجود داره 10 قدم جلوتر از دوره قدیم دارید گام برمی‌دارید. یعنی جوریه که شما کافیه در مورد یه
مطلب خاصی میخواد اطلاعات جمع کنید. در حد یک دانشگاه میتونید دیتا داشته باشید. در زمان ما شما باید کلی وقت میذاشتی پیش چندین نفر میرفتی، کلی کتاب میخوندی، کلی مقاله میخوندی، کلی مطلب جمع میکردی که به یه دیتای جامع برسی. الان شما یه دستگاه دیاگ داری تو خودروهای جدید، میری داخلش تایم میخوای بگیری، میزنی باز میکنی، بزرگ میکنی، میبره جلو، قطر نشونتون میده، چه جوری نصب میشه، چه جوری باز میشه. خیلی سخت نیست. یه زمانی باید 4 سال شاگردی میکردی، 4 سال قطعه میشستی تا یه اوستاکاری به تو یاد بده که این تصمیم تایم چه جوری نصب میشه، یه تایمو چه جوری میگیری. دقیقاً. یعنی من الان فکر میکنم که بزرگترین مسئله ما اینه که اون سواله به وجود بیاد تو ذهن بچه‌ها، وگرنه برای رسیدن به پاسخش خیلی راحت تر از گذشته میتونن به جواب برسن. مهندس یه چیزی هم راجع به کارتون بگم که شما خیلی با حوصله وقت میذارین برای اونایی که میخوان یه ماشین بخرن. یعنی شاید اصلا براتون هیچ آورده مالی قابل توجه یا انگیزاننده بین کار اصلیتون نداشته باشه، اما من بارها خودم این در واقع فرآیند با شما طی شده، ماشین که میاد وقت میذارین، خودتون در واقع توی فرآیند هستین، با جزئیات و وسواس نگاه میکنین، خودتون رو جای خریدار میذارین که اینجوری میشه. 2 موضوع خیلی مهم داره این مطلب. یکی این که مقوله کارشناسی فنیه. کارشناسی فنی صحیحی که ما انجام میدیم اصلا نسبت به مبلغی که بعضی وقتا دریافت میکنن مثلا بچه‌ها واقعا عددی نیست. 1 ساعت و نیم تقریبا فرآیند کارشناسی زمان میبره. موضوع دیگه اینه که شرایط اقتصادی جامعهمون یه جوریه که فرض کنید یه نوجوان یا جوان مثلا 18 19 ساله، یه جوان 20 چند ساله چند سال کار کرده، حتی کودکی بعضیا یه 207 بخره، 206 بخره که لذت ببره زیر پاش، بعد میاد یه ماشینی بهش میدن که نابوده، از خودرو نه تنها لذت نمیبره زده میشه. سعی میکنیم که این اتفاق نیفته. در مورد کارشناسی فنی من زیاد فیلم گذاشتم. کارشناسی فنی های متداولم مخصوصا 2 کارشناسه و وی آی پی و در محل و اینا هم قبول ندارم. ماشین وقتی کارشناسی میشه باید بره روی جک، کلا زیر و رو بشه، همه چیز چک بشه و با چشم باز طرف ماشین رو بخره. یه کار دلیه که دوست دارم اصلا همه جا این اتفاق بیفته و فرهنگ بشه که کارشناسی فنی کار خیلی خاص و حرفه‌ایه. یه هر که بهره نابرد از عقل خویش، در امورش شیخ باشد پشت و پیش، حق او باشد که خاری طی کند، زندگی بی باده و بی می کند. خیلی چاکرم. دم شما گرم. سپاسگزارم. عزیز. مرسی، لطف کردید. خیلی مخلص. متشکرم. خسته نباشید.